توی این ویدیو میخوایم از علاف‌های شیراز بگیم و بگیم به چه کسایی توی شیراز میگفتن علاف و همچنین از خانواده آتشی‌ها تا بلوای نان و خیانت‌های شاهزاده قاجار در حق شیرازی‌ها. تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. بچه مظفرالدین شاه. حالا حتما بعد سوال چرا تو پوزی نخورده؟ خیر. بچه مظفرالدین شاه بوده. خب ایشون 6 سالش که میشه بهش لقب میدن. اسمش ملک منصور بوده. ولی بهش میگن شاه السلطنه. تو 6 سالگی. توی روزنامه می‌نویسن که ایشون بعدها انگلیسی و فرانسه و ریاضی و نمیدونم پزشکی و فلان و فلان و فلان بلده. هیچی هم بلد نبود. تعریف میکردن ازش. یه آقا 13-14 سالش بوده، حکومت یا حاکمیت گیلان رو بهش میدن. توی 21 سالگی حدوداً میاد شیراز، میشه حاکم فارس و اینجا زمانی بوده که قحطی گندم و نان در شیراز پیش میاد. از 1297 علاوه 21 1300 چند؟ 14 18 شما 18 چرخوندنش میشه درست میشه. زمستون سال 1318 این اتفاق شروع میشه. حتما شنیدید این داستان رو که به اسم چی معروفه؟ بلوای نان. به نام بلوای نان معروفه. آقای عطایی بریم بابا بفرمایید. بچه تو پوزی نخورده. درود به همگی، امیدوارم حالتون خوب باشه. رسیدیم به بلوای نان در فارس. کجا هستیم؟ دعوز شادوی. البته تلفظش بخوایم خیلی رسمی بگیم دعوز شاه دایی الله که اینجا هست. حالا میخوایم بریم محله رو ببینیم و خیلی باید جالب باشه که علاف ها به کیا میگن و به چه کسایی که علافی میکردن میگفتن. حالا میریم میبینیم و توی این ویدیو با ما همراه باشید. میخوایم با جمعی از شیرازی ها بریم محله های شیراز و چیزهایی که توی محله های شیراز بوده توی تاریخ رو ببینیم و تعریف کنیم. امروز روز نان و گندمه و داستان اولیه بلوای نانی که گفتن مربوط به همین میشه. شروع میکنیم. محله دعوز شادوی، تیپ های استایلی دعوز شادوی ها. دعوز شادوی یه دیگه. یه 10-20 هم بریم. شنوردی و زمان پهلوی بیشتر روش بیشتر اینجا کفتر و چیا کفتر پاپر رو نمیدونم چی و اینا. خب اینجا برای تو مسیر چون ممکنه 2 ساعت طول بکشه آبم میخرن بعضی. خدمت جناب آقای زاره گل هستیم که مدتی از کانالمون رو شروع کردیم و
نکات و داستان‌های ادبی و امثال و این چیزا کار می‌کنیم. مخلص احمد زاره گل. زنده باشی. در آستانه روز سعدی هستیم و روز رفیق و دوستم هست. اول بهتون تبریک میگم. زنده باشید. فدای شما. در آستانه اول اردیبهشت ما روز سعدی هستیم. این روز رو به همه عزیزان تبریک میگم. امیدوارم که به این بهونه ما بهتر و بیشتر بتونیم آثار سعدی رو مورد مطالعه قرار بدیم، علل خصوص بوستان سعدی که به نسبت غزلیات و گلستان کمتر خونده شده. زنده باشید. کانالمون که اسمش یادگار زریران هست بهتون پیشنهاد میشه. ویدیوهایی که گذاشتیم توی چیزای ادبی و این چیزا خیلی بررسی میکنیم. خب با هم بریم این محله رو ببینیم. فروشی بوده، ولی توی دوران‌های بعد در کنار چیای دیگه هم فروخته شده و این شغل معروف شده به شغل تمام. حالا چرا بیکار؟ این تاریخ شفاهیه. چرا بیکار؟ مشتری نداشته؟ آفرین. بعد کاری نداشته. یعنی علوفه زمانی که فروخته میشه تمام بیکار یعنی بودن. فصل داشته؟ نه، تو روز تموم میشده. الان ما اومدیم توی بازارچه شادی الله در محله لب آب، میخوایم بریم به سمت مرکز اصلی این شغل که توی همون کجا گفتی؟ مدرسه خان، میدان الاف ها. میدان الاف ها نه که همشون الاف بودن، علوف فروش بودن، حسیر بافا هم اونجا بودن، شغلای دیگه هم اونجا بوده، ولی چون که به نام شغل علافی اونجا معروف میشه میدون میگن میدون الاف ها. خب سوالی نیست؟ بفهم. پس کسایی که قبلا علوفه و این چیزا میفروختن بعد کم کم بیکار هم شدن دیگه، با توجه به اینکه اسب قاطر و اینا از محله ها جمع شد دیگه. علاف ها میگفتن همون بیکارا هست دیگه. این بازار الان عصر ساعت 4 و 5، البته که صبح خورده شلوغ‌تره. محله‌های قدیمی صبح توی محله و بازار و اینا همه و شلوغیش بیشتره تا عصر، ولی بازم مغازه‌ها تک و توک باز هستن. علافای شیراز. براشون عجیبه، میگن راهپیمایی اومدن. خیلی عجیبه که مثلا تو محله که اینا از کوچیکی بزرگ شدن بعد کسای دیگه بیان براشون جالب باشه. و مخلص شاته او هست، پاچالدار البته او یکی شاته روش بوبر. نون سنگک ریگی هم اینجا هست و بیا جلو اینجا چسب بخور. چرا او همون دهنمو میبندیده؟ مسجد آتشی‌های لب آب. خب اینجا در محله لب آب بازارچه شادی الله، مسجد آتشی‌های محله لب آب. چرا بهش میگن آتشی ها؟ زرتاش بودن. بیا خانم عرب‌پور بیا، ما میخوایم با هم صحبت بکنیم بهتر یاد بگیریم. چرا بهش میگن آتشی ها؟ دو تا خطشو بگو. خط. اسم شخص یادم نمیاد، ولی کسی بوده که امین اینجا بوده، امین این محل بوده. بعد کسایی که میخواستن برن سفر وسایلی پیشش به امانت میذارن. بعد توی این جریان که حالا اونا سفر بودن خونه این آتیش میگیره.
بعد وسایل خودش میسوزه، ولی بچه‌هاش اینو تحت فشار میذارن که به اون طرفا بگید که وسایل شما سوخته و اون چیزای ارزشمندی که مال اون کسانیه برداریم برای خودمون، چون خیلی تحت فشار میذارن. میاد توی این مسجد و اعلام میکنه خونه من آتیش نگرفته، بچه‌ها من که دارن به منو آتیش میزنن، آتیش جهنمو به من وارد میکنن که از من همچین خواسته ای داشتن. خب دست شما در به افتخارتون دست بزنید. این خیلی خوبه تو ذهنتون مونده. در محله بازار مرغ، نه این محله لب آب، ما یه مسجد داریم به نام مسجد قبا یا مسجد آتشی ها. این شیخ آقای عبدالنبی که تاجر بوده، محله بازار مرغ که الان بازار زرگرا رو در نظر بگیرید اونجا زندگی میکردن و همین اتفاق هم که گفتن میفته و میره روی بلندی فریاد میزنه، میگه این آتش بچه های من هستن که بعدا لقب اینا میشه خاندان آتشی. سوالی نیست؟ بفهم. بیا مجید جان بیا. از بس من گفتم حفظ شده. بلدیه شیراز طی سالهای فکر میکنم 1318 20 اینا بوده، اقدام میکنن به نامگذاری شغلگذاری کوچه ها و یه شعری میگفتن که کوچه ها رو قلبه کردن، خونه ها رو نمره کردن، دارن میان برای سرشماری، از خونه در نیاییم. فلسفه‌اش هم این بوده که مثلا چیز آقای خونه دوست نداشته که مأمور بلدیه مثلا نام نوامیسش و زن و بچه‌شو بدونه. به افتخارش. این یک بازخورد مثبت برای من. خجالت میشه از عکس بگیرم. زود دوید رفتم خونش. پیتزا فروشی قدیمی اینجا. موانع طبیعی است. خب وقتی که وارد شد مردم استقبال کردن و ساز و دهل و همینجور که گفتن، اولین دستوری که داد این بود: هیچ کس دیگه حق نداره اینجا کسی رو فلک بزنه یا ببره زنجیرخونه. زنجیرخونه چی بوده؟ این هم میدونم آقای عطایی توضیح کنه. همونجا که به اصطلاح خلافکارا رو با زنجیر میبستن دیگه، مثل منظر زنجیری. خب اشکال نداره، اشکال نداره. نگاه کلا دیگه اینا رو یکی بار بیشتر توضیح میدیم، همینجور ادامه میدیم. هر کسی گرفت، هر کسی هم نگرفت یه فکری براش میکنه. الان نمیدونم ولی یه فکری براش میکنه. خب اولین دستوری که میگه آقا کسی دیگه فلک نکنه، کسی دیگه
زنجیرخونه نبره، کسی هم دیگه حبس نکنه. مردم خوشحال شدن. گفت آقا این چقدر آدم درستیه، 21 سالشه، جوونه و اومده همچین دستور داده. ولی دلیلی که این گفت این نبود که به خاطر مردم باشه، به این دلیل گفت که قدرت رو بیاره دست خودش. میگه کسی دیگه حق نداره به جز من. از فرد 2 برابر فلک کرد، ولی خودش دستور میداد که قدرت رو بیاره توی دست خودش بگیره. اینجا یکی از کارهایی که کرد، خب وضعیت اقتصادی شهر خوب نبود. اولین چیزی که به ذهنش رسید اینه که الان قوت لایموت مردم چیه؟ نان. منظورم خودش. خب در زمان خودش فکر کرد که خب الان باید با نان یه حرکتی بزنم. اومد گندمی رو که میخواست از دهقان و کشاورز بخره خرید مثلا 7 ریال، بعد خود این فروخت به نانوا 8 ریال. ما اصلا یه جایی داشتیم توی شیراز، این اواخر توی مثلا سرای افشاریان، خب گندم رو می آوردن روستایی ها اونجا، نانوا هم میرفت اونجا. اگر گندم خوبی لازم داشت انجام میشد، اگر نه میخریدن، نانوا میبرد آرد میکرد، حالا هر چیزی که نیاز بود. ولی این اومد از این وسط میخواست یه پولی در بیاره. این باعث شد چه اتفاقی بیفته؟ قیمت نون بره بالا. قیمت نون که رفت بالا، خب اول به خود نونوای فشار میاد، چون از خود نونوای داره گرفته میشه. نونو کم کرد. نونو که کم کرد شروع کردن به فلک کردن نونواها. نونواها برای خودشون یه اعتباری داشتن، یعنی نونوای محل خیلی اعتبار داشته. میگن یه بار رد میشده از دروازه اصفهان، دیده یک پیرمردی که داره نون میفروشه، شلوغ شده. همونجا دستور میده که اینو بیاریدش و به میخ ببندیدش، یعنی با میخ دستش رو توی دیوار زدن. یا یک همچین اتفاقی میگن توی سر باغ افتاده و گوش یکی رو بریده. حالا این ممکنه این اونوری باشه، این اینوری باشه. این اتفاقات میافتاده برای تنبیه کردن. حتی میگن بعضی از نونواها به حدی از تهدیدهای شاه السلطنه ترسیده بودن که شبانه تریاک میخوردن و خودکشی میکردن. اینا تا این حد وضعیت بد شده بود. و به نظرتون چه اتفاقی افتاد؟ اول یه چیزی در مورد نان من بگم. نان یک جایگاه بسیار ویژه‌ای در فرهنگ ایرانی داره. چون امروز روز ملی نان و گندم هست، من به ذهنم رسید بگم که یک پیشینه‌ای داره، کلی اعتبار داره. وقتی میگن نون و نمک مثلا یک جایی رو خوردن منجر به عدم خیانت میشه، اعتبارش رو از نون میگیره. حالا همین نون فکر نکنید مال امروز و دیروز هست و قیمت بالاتر میرفت، چون ایشون به یک نتیجه رسیده بود که هر چی میتونه ارزونتر از کشاورز بگیره، گرونتر بده دست نونوا که در نهایت مردم گرونتر بخرن. به نظرتون چی شد؟ این فشارها رسید به یه جایی، خب وضع خود حاکمیت هم خراب شد. ایشون اومد اول دستاندازی کرد توی املاکی که مردم مثلا سالهای گذشته خریده بودن توی این دهات و توی اون دهات و جاهای مختلف. اول املاکشون رو گرفت، بعد دست کرد توی بازار، توی حرفه‌های دیگه فشار آورد به کسبه. چون نون نکته اصلی بوده، اینجا شهر دچار بلوا میشه. چی کار میکنن شیرازی‌ها؟ مغازه ها، کاروانسراها، بازارها رو میبندن و میرن توی مسجد نو بست میشینن. بست نشستن یک روالی بوده. البته که قبلش هم توی سید میر محمد
این کارو میکردن. ولی این بحث نشستنی که توی مسجد نو نشستن چنان جمعیتی و چنان وضعیتی پیدا میکنه که خیلی سریع خبر میرسه به تهران. حالا یه نکته اینجا هست، مسجد نو اینو بارها آقای عطایی روی تورها گفتن، خیلی هم دوست دارن اونجا رو، یعنی اگه مسیر اونجای دیگه باشه میگه از اینجا رد بشه. قسمت شمالی مسجد نو چی بوده؟ پایانه به طرف، فکر کنید میاد طرف حرم، از طرف پایانه جلوی مسجد نو این دست تلگراف خونه. تلگراف خونه هم نزدیک، یعنی چسبیده تقریبا به مسجد نو بوده، خیلی نزدیک بوده دیگه. سریع یک تلگراف میزنن و از ایشون میخوان که بیا تهران، چون مظفرالدین شاه ظاهرا میخواسته بره به فرنگ، میگن یا ساختن همچین. ایشون مقاومت میکنه ولی اوضاع خراب میشه، قوامو میذارن مسئول و ایشون به تهران فراخونده میشه و کارش تموم میشه.